بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام. انشالله که هر جای دنیا باشین خوش و آرام در کنار عزیزانتان زندگی کنین. هموطنان عزیز، امروز آمدیم با یک ولاگ خیلی عالی، ولاگ کباب پزی از چینل یوتیوب فامیلی احمدی در خدمت شما هستیم. عزیزان، قسمه که میبینین ما گوشت گرفتیم. من آمادگیم میخوام یک روز قبل بگیرم، به خاطر که کباب باید یک روز پیش اخته شوه یا هم موادش زده شوه که خوب مواد در خودش بگیره. باز من یک شب پیش از ای که کباب پخته کنیم گوشتا را گرفتم که آماده کنیم. دیگه همین جان گرفت گوشتا را ریزه کنه و ادویه‌هایش بزنیم. دیگه تا آخر با ما باشین ببینین که چی ادویه‌های استفاده میکنم، به خاطر طعمش بویش که مزه‌دار باشه. اینال من دیگه گوشتا را میشویم. ششتنش دیگه با ماست، ما باید بشویم. بعد ششتن میمانم خوب آوش بره. باز هم گوشت مرغ هسته. زعفران، ماست، سیر، روغن، گشنیج خشک، مرچ سرخ، سیر، بازم مرچ 2 رقم است دیگه، مرچ سیاه، نمک، لیمو، پیاز. هر کدام مواد لازمش جدا جدا باز در کپشن براتان توضیح میدم، براتان میگم.
دیگه اینال باید سیر با پیاز پوست شوه، آماده شوه برای مکسر کردن. عزیزا، من براتون باید یک چیز بگویم. در تکه کباب او پیاز خیلی مهم است. باید او پیاز بگیریم که خوب در امو اخته شوه یا خوب در پیاز گوشت خوب یعنی هم زده شوه. من یک رقم مکسر دارم یا همزن دارم که پیاز کامل مثل آب میکنه. دیگه بر من کارم راحت تر است، چون من نمیخوایم دیگه پیاز اوشه بکشم، یکم سخت است او رقم. به این خاطر از این مکسر یا همزن استفاده میکنم که خیلی کار من راحت تر میکنم. اینال براتان نشان میدم که پیاز و سیر چه رقم از این همزن برقی میکشم. این پیازا آماده کشیدن است. اگه از این همزن برقی بگیرین بسیار زود راحت تر است، خیلی خوب است. من در کل در بیشتر آشپزی های خانه از این استفاده میکنم، زیاد برام راحت است. دیگه پیاز اول کشید، اینال پیاز انداخت، با همون آب پیاز خوب ایره هم میزنم. یعنی قسم پیاز چی میکنه که نرم است، یعنی اگه کامل پیاز بانه بازو میسوزه، کبابم حالت سیاهی به خود میگیره. اینال سیر اضافه کرد. دیگه همین ادویه‌ای که ماندیم به ترتیب دیگه به مقدار لازم از اینا استفاده میشه. اینال
شما خودتان نظر به این که تندی بیشتر میخورین یا کبابتان حالت ترشی داشته باشه، ترش مزه باشه، و ذوق و سلیقه خودتان میتونین عموم موادایش اضافه کنین. ولی چیز حساس یعنی اصلی که هسته ماست، یا دوغ باید پرتین یا ماست که اینال ما ماست انداختیم دیگه. یکی هم پیاز خیلی مهم است که سیر، همچنان زعفران خیلی مزه‌دار میکنن کباب. مرچ سیاه خیلی خوب است، خیلی چی میکنه، ولی زیاد اگه پرتین چی میکنه کباب حالت سیاهی به دست میاره. ولی در کل مرچ سیاه خیلی خوب است. یا مرچ که از ترکا گرفتیم مخصوص برای می کباب است. گشنیج خشک، نمک هر کدام به اندازه لازم و قدر ضرورتش میتونیم استفاده کنیم. دیگه دوستا همی یک ماه که هست وقت کباب است، مخصوصا دوستایی که در اتریش زندگی میکنن، شهر وین، امی وقت سال که میشه زیاد هموطنای ما میرن در دوناو، اونجا جای کباب است. نام خدا بسیار بیروبار میباشه، هموطنای ما وقت آدم میبینن خیلی خوشحال میشه که هموطنای ما رو میبینیم. در اینجا هستن دوستا اینجا که فامیل کلاگی فامیل نزدیکش نیست، ولی خیلی هستن دوستای خیلی خوب دارن. فامیلا با هم یک جای میشن، میاین دوناو یا هر جای دیدنی، واقعا خوش میگذره. کوشش کنیم از این وقتای ما و خوبی و خوشی استفاده کنیم. اینال لیمو را اضافه کردن. ما در وسط توضیح دادنم یک کمک پرحرفی هم کردم، ببخشین. خواستم خسته کن برتان نباشه ویدیو. دیگه اینال کم کمی دیگه داره خلاص میشه ادویه زدنش.
برای مرغ. ولی باید اول خوب هم بزنیم که نرم شوه. مثل همو از حدبیه زدن مرغم، ولی یک کمک فرق داره. دهی زعفران مندازیم، سیر خشک، باید خوب مشتش کنیم که خوب نرم شود پیاز، چون بسیار به مزهش و طعمش تاثیر میذاره. وقتی خوب نرم میشه پیاز، خیلی مزه کباب خیلی خوب میآید. حالا ایران خوب تیار شد و ایره خوب هم میزنیم میشه که خوب اما تا نمک و مرچ و سیر و پیاز خوب به خودش بگیره. مخصوصا زعفران هم داره، خیلی خوب میگیره. حالا ایام دیگه کم کم داره تمام میشه وقت ادویه زدنش. تو خوام گرفتیم دوستا که نگه دیگه دیر وقت شب از دیگه باید یا ادویه بزنیم یا همو چی میگن مساله خوب بزنیم تا صبح بانیم که خوب اما تا مزدار شو مزدار با صبح بخیر دیگه بر کباب آماده باشه. ناله دیگه میاب زعفرانم مندازه داخلش، چون آب زعفران یعنی آب کدگیش خیلی مزهش بهتر میکنه. اینال میخوایم دهی چی پرتم دوغ پرتم. میخواستم در مرغ دوغ پرتم و در کباب تکه ماست انداختم. ماشاءالله چقدر رنگ روی از حال خوب شده دوستا. باید سیرا را از پیاز تراشک بکشم. پیاز تراشک هم بسیار زیاد کلان است که دست جور نمه. دوستا دیگه اینم میریم بخیر طرف دوناو دیگه. ناله گوشت آماده است، کل چیز آماده است، میریم کم کم طرف دوناو دیگه. با ما باشین عزیزا، بریم دیگه.
ببینین چقدر رابندی است، بیروبار است چون رخصتی است. کلگی هم میرن به تفریح دیگه. ما هم بخیر کم کم میریم طرف دونو. به چقدر مقبول شده، کل جای سرسبز شده دیگه. خود ما بعد از چند مدت آمدم، چقدر مقبول. در این قسمت که ما میخوایم بریم کلگی کسایی که کباب پخته میکنن کلگی در این قسمت است، چون یک قسمت دونو اجازه دارن که کباب یا پخته کنن. یک جای پارک پیدا نمی کنیم، کل جای پر است دیگه. اینه بخیر کبابا رو باید آماده کنم دیگه. ما امروز میمان مردا هستیم دیگه. دیگه کبابا بخیر آماده میشه و ما خانما نوش جان میکنیم. دیگه غذای ما آماده است، کبابا ماشاءالله تیار است دیگه. جای شما دوستا خالی، وقت شما را نمیگیریم دیگه. شما را تا بلاک بعدی به خداوند یکتا و به همتا می سپارم. انشالله که هر جای دنیا باشین خوش و آرام باشین. خداحافظ تا بلاک بعدی. خداحافظ.